ادامه اخبار. 4 خواننده بالایقت تاجیک در 7 المپیادای بین المللی از فن زبان انگلیسی هیپا 2019 که در شهر ونیزیای ایتالیا برگزار گردید اشتراک کرده با گرفتن جایهای افتخاری به تاجیکستان برگشتند. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. باز یک موفقیت نوبتی خوانندگان بالایقت تاجیک در المپیادای بین المللی در ایتالیا. غالبان المپیاد را در فرودگاه بین المللی دوشنبه والدان و آموزگاران پیشواز گرفتند. بار دوم است که دسته جمهوری تاجیکستان در المپیادای بین المللی از فن زبان انگلیسی هیپا اشتراک کرده با گرفتن جایهای افتخاری برمیگردند. از روی نتیجه های نهایی خواننده صنف 8 مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه برای خوانندگان بالایقت در شهر دوشنبه محمد بهبودov سزاوار جای یکم گردیده مدال طلا دست آورد. من در المپیاد بین المللی از فن انگلیسی اشتراک کردم. در دور اول المپیاد 36,000 نفر اشتراک کردم و 150 نفر غالب برآمدند. از آن جمله 4 نفر تاجیک. من جای اول را اشغال کردم و صاحب مدال طلا گردیدم. از حکومت جمهوری تاجیکستان از ابتدا می‌نداریم که چنین شرایط خوب به ما مهیا نمودند تا ما معرفی‌گر وطن عزیز و محبوبان در عرصه بین‌المللی گشتیم. در این المپیاد 4 نفر جمهوری تاجیکستان را نمایندگی کرده با نشان دادن دانش و مهارت و سطح زباندانی خود یک مدال طلا و زینه‌های افتخاری را صاحب گشتند. در دور نهایی المپیاد که روز 12 مای در ایتالیا برگزار گردید خواننده صنف 9 لیسه برای خوانندگان بالایقت در شهر دوشنبه بهبودov محمد جان با گرفتن مدال طلا سزاوار گردید. خوانندگان تاجیک توانستند که در چنین یک المپیاد با نفوذ شرف علم تاجیک را در عرصه بین‌المللی معرفی نموده باشند. با اطمینان گفتن ممکن است که خوانندگان تاجیک با دانش و مهارت و قابلیت خود در برابر خوانندگان دیگر کشورها می توانند با سربلندی تاجیکستان را معرفی نمایند.